پرونده جنایتی با ماده 110 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 29 ساله ساکن شهر دوشنبه آغاز شده است که او شب یکم به دوم ایول سال 2023 تخمینا ساعت 00:30 دقیقه در نزد کارخانه آبجو واقع در کوچه شیرینشاه شاه تیمور با مرد 35 ساله ساکن پایتخت اساسیات اوباشی مناقشه نموده او را مورد لطکوب قرار داده، سپس با کارد یک چند مرتبه به بدنش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت‌های وزن جسمانی برداشته است و در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی دو در نویه فردوسی با عریضه مرد 43 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که دوام ینور سال 2023 در کوچه ساحلی شهر دوشنبه مرد 31 ساله ساکن پایتخت با روی فریب به باوریش در آمده از مغازه فروش تجهیزات تکنیکیش کامراهای مشاهده‌ای و مانیتورهای کامپیوتری را به مبلغ 178400 سومانی نرخ‌گذاری کرده گرفته مبلغشان را تا حال برنگردانیده است. این چنین پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 44 ساله ساکن شهر استرافشان آغاز کرده شده است که او سال 2018 در حدود شهر استرافشان با روی فریب به باوری مرد 43 ساله ساکن شهر مذکور در آمده از او برای کفتن چای عمودی مبلغ 250,000 سومانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اوید بین حادثه و تفتیشات ادامه دارد.